خدایی چقدر قشنگ میگه اروین یالوم. یعنی درک همین مفهوم برابر با خوندن 3 کتاب قطور خودشناسی. الان به نظرت این کار قشنگه یا نه؟ خب خیلی ها میگن آره قشنگه، هنره، کار دست، چوبیه، خیلی زیباست. حالا چی؟ اینجا رو ببین چه ترک بدی داره. اینجا رو ببین بدتونه شده. اینجا اصلا سنباده خوبی نخورده، صیقلی نشده. حالا چی؟ هنوزم قشنگه؟ نه، این کار دیگه به درد نخوره. این کسب و کارمه، زندگیمه، همسرمه. قبل از ازدواج خیلی عالی بود، همه چیزش فوق‌العاده بود، ولی بعد از ازدواج دیگه اون آدمی که من میخواستم نبود. چرا؟ چون زیادی بهش نزدیک شدم. سوال یعنی نباید نزدیک بشم؟ نه. چرا؟ چون به هر چیزی توی این جهان هستی نزدیک بشی درش نقص پیدا میکنی. نقص جزو لاینفک تمام اجزای جهان هستی است الا خدا. یعنی تو اگه به جنیفر لوپز هم از فاصله 10 سانتی نگاه کنی حالت ازش به هم میخوره. چرا؟ چون دوندونه اون لکه های کوچیک روی صورتش رو میبینی. وقتی میخوای هر چیزی رو تو این دنیا با نگاه انسانی قضاوت کنی، وایستا از عقب بهش نگاه کن. کسب و کارت، زندگیت، همسرت، وقتی از دور نگاش میکنی اوکیه، وقتی نزدیک میشی میبینی سیگار میکشه، خب اوکی. قرار نیست همه اجزا در این دنیا بی نقص باشن. توی این دنیای ناقص باید کلیات برات مهم باشه، نه جزئیات. اروین میگه اگر زیادی به جزئیات خیره بشی، زیبایی ساختار فرو میریزد. تمام.